بچه‌ها شیر مادرتان یه درد آبروداری کنید تا بنده خدا بیا بره، بعدش هر غلطی خواستید بکنید. الله ما که وضعیت کاری بکنیم که پرتمت رو هوا اینطوری باد بخوره، خیالت راحت باشه. ساکن آقا بسا خانم بهداشتون سالونه bir tane bir tane bir tane üç tane zart. سلام، امیدی هستم، مربی بهداشت. سلام امیدی. این روزا خیلی عملهای مختلفی دارن انجام میدن واسه زیباتر شدن. به نظر شما زیباترین عملیه مرد چی میتونه باشه؟ خانم اجازه، اون چیزی که تو فکر شماست احترامش واسه ما واجبه، ولی قشنگترین عمل زیبایی یک مرد عمل به حرفاشه. حالا اینو ولش کن بابا، من پامم زدن تازه ژلیش کار کردم. خانم جفتشم ول کن، من نزدم، گفتم بیارم رنج بندیشو به شما نشون بدم هر کدومو دوست داشتی بزنم برات. خب بچه ها کیفاتون رو بذارید رو میز، میخوام تغذیه هاتون رو ببینم. ساکن خانم من میشه نشون بدم؟ خانم داخلش تیشرتمه که فصل قبل میپوشتم، گفتم دیگه تکراری نشه بیننده ها اذیت نشن. این یه شلوار شیرازی، این گفتم شاید از توپ رد شدیم یه دفعه دیگه کار دیگه مرد باید یه